ای بسنتی جان جناب جواسین. اگه میخوای شوهر جلو چشمات سولاخ لره بعد اینجا برقصی ما رو سرگرم کنی. جناب جواسین به جون خودم خدا شاهدم ما رقص بلد نیستم. بلد نیستی؟ شوهرت بگم افرادم جلو سولاخ کنه. نه شوخی کردم ما خودم مربی رقصم. ای شد قشنگ قرش میدی. چی رقصایی بلدی؟ بابا کرم یاد دارم خب 5 پاس کردم. همون بابا کرم یکم تندهش بخونی میشه قاسم آبادی، یکم تندهش بخونی میشه احمد آبادی، خیلی تندش بخونی میشه بلواز زجری. کدی یکیش باید برقصم؟ بچه‌ها چی رقصی دوست دارن؟ قاسم آبادی. برو قاسم آبادیش کن. جلوی کلفسانی رقصی ها به من یعنی تو چینگته خلوت گوزو میخوام سولاخت بخونه حالا ما یک قری بودم چی بشم اگه خود من بدم نمیگه. بسنتی قشنگ برس قشنگ غیرش بدی. چی رقصیت رو داری میکنی؟ این که همه ما بلده یک غیر قشنگ بده دیگه. غیرش بده قشنگ. زنده باد مجلس ماشاءالله. آخه حقشه بزنیم همین شوهرش سولاخ کنه. به جون خودم خدا شد از این بیشتر یاد ندارم. بسنتی چی رقصی آخه؟ این شوهر خوردی تاتش؟ واسه بسندی این چی رقص قاسم آبادیه؟ ما سلام خودم بیام برقصم حال کنی. بچه ها بیه بیا بیا بریم اینا سرشو بنده. بیا بریم دمت گرم. نه مثلا ما اول میگفت یا بسنتی یا مستی. مستی که؟ بابا خواننده دیگه. بیا بریم سرشو نگاه درسته جبرسون قیافش شبیه و خرچنگای مردابی تو آهنگری دار ولی خدای رقصش نگاه رقصش قشنگه. بیا بریم بهت بگم الان یعنی جبار کلبسی چی رقصی داری حلاله. خفر یاره بیا بسن گوزو خفر بیا بسن. بسنتی بسنتی بیرو گوه به قلبت ببره محمد توی نجات بوده بودی اصلا دیدی برقصی هیچ جلو مشهری هم خشونتی نداره آفهم بهم برقصه. آمدم این نجات بده اون جه بیشورم آمدم وحشت دارم برقصه. امشب شام شله مهمون ما عالیه بشن دیگه بعدش هم بریم. از بسر جورتی احساسشه مردا همه شده همه